مردم عزیزان ایران، پیام از یکی شهروند عراقی به مردم آزادی خواه ایران، به همسایگان و عزیزانمان در فلات ایران، به جوانان انقلابی در خیابان‌های تهران، تبریز، مشهد، اهواز و جای جای ایران. با درود بی استادگیتون، من برادر شما از سرزمین بین النهرین هستم. با قلبی مالامال از امید و درد برایتون می نویسم، به عنوان یک عراقی که مانند شما تلخی سرکوب و قدرت طلبی حکومتی را چشیده است. حکومتی که از شعارهای به عنوان پوششی برای غارت آرزوهای ملت‌ها استفاده می کند. ای آزادگان ایران، نبرد امروز شما تنهای نبردی در درون مرزهایتون نیست، بلکه مشعلی است برای ما در عراق و تمام منطقه. ما در میدانهای تحریر بغداد، ناصریه و بصره دریافتیم که دشمن ما یکی است، همان نظامی که قدرتی را به کرامت انسانی ترجیح می دهد و ثروت‌های سرزمین شما را برای تغذیه جنگ‌ها و شبه نظامیان در کشور من هزینه می کند، در حالی که هر دو ملت ایران و عراق با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کنند. پیام‌های از قلب به قلب، درد مشترک، گلولهایی که سینه های شما را در میدانهای شهرتون هدف قرار داد، همان گلولهایی است که جوانان ما را در خیزش تشرین به خاک و خون کشید. ما شما را دشمن نمی بینیم، بلکه شما را همراه و همقدم در مسیر دستیابی به یک زندگی عزتمندانه می دانیم. زندگی در سایه دولتی که به شهروندانش احترام بگذارد، نه دولتی که با رعب و وحشت حکمرانی کند، نه به وصایت و ولایت. مخالفت من با نظام ولایت فقیه برخواسته از ایمان من به این است که تنها ملت‌ها صاحب حق حاکمیت هستند. هیچ کسی حقی ندارد را به نام خدا بندگان خدا را مقهور سازد و هیچ حکومتی حقی ندارد حاضر و آینده یک نسل را فدای توهمات توسعه طلبانه خود کند. آینده مشترک. من رویای روزی را در سر دارم که مرزهای میان ما نه برای عبور مسلحین و قاچاقچیان، بلکه برای تبادل فرهنگ، دانش، گردشگری و همکاری اقتصادی گشوده شود میان دو کشور همسایه که اراده ملت‌هایشون بر اینها حاکم باشد، نه امیال و خواسته های رهبر. تظاهر کنندگان شجاع، ماشین های تبلیغاتی را که سعی دارند ما را دشمن یکدیگر جلوه دهند. باور نکنید، ما ملت های ماندنی هستیم و نظام های رفتنی است. استادگی شما در برابر سرکوب و ارعاب به ما در عراق نیرو می دهد تا به مطالبه برای پاسپس گیری میهان ربوده شده من ادامه دهیم. در پایان، خونهای شما گرانبه است و صدای شما در پس هر دیوار و در هر خانه شریف عراقی شنیده می شود. به مبارزه خود ادامه دهید، چرا که سپید دم نزدیک است و خورشید آزادی را هیچ حصار و زندانی نمی تواند پنهان کند. پیروزی از اون ملتی ها آزادی خواه و عزت از این هر کسی است که در برابر ظلم نگفت. برادر شما، شهروند از عراق، آزاد، دکتر ولید بریسام.